سلام، من کیومرث زرگری هستم. دومین برنامه رو با بخش‌هایی از یکی از غزل‌های شیخ سعدی تقدیم می‌کنم. خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. میبینید دوباره همون مسئله زمانو همونطور که در شعر حافظ بود، در شعر مولانا بود، امروز ما در زبان شیخ اجل میبینیم. ابدیت، ابدی بودن، ازلی بودن. عشق را آغاز هست انجام نیست. از هزاران در یکی گیرد سماع، زان که هر کس محرم پیغام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند کین سخن با خام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود. این رو برای ماهایی میگه که وقتی میسوزیم فکر میکنیم که دارن ما رو میسوزونن که سوخته بشیم. نه، تا بوی عود در نیاد، تا سوخته نشه بوی عود در نمیاد. تا نسوزد بر نیاید بوی عود. و البته این رو هم بگم، ما وقتی میسوزیم باید حس کنیم که داریم میسوزیم. یعنی همون که آقای شهبازی میگن درد کشیدن آگاهانه. وقتی درد میکشیم و میدونیم که داریم درد میکشیم، اگر بدونیم چرا داریم درد میکشیم، من فکر میکنم این یک ابزار بسیار مؤثر در تبدیل شدن هست. به جای اینکه مثلا قرص خواب بخوریم یا خودمون رو با یک نوشیدنی یا دارو یا غیره بخوایم آروم بکنیم، بدونیم چرا داریم درد میکشیم، بدونیم که داریم میسوزیم، تا بعد اگر درست سوخته بشیم بوی عود هم خواهیم شنید. هر کسی را نام معشوقی که هست میبرد، معشوق ما را نام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، وان کجا داند که درد آشام نیست. سعدیا چون بت شکستی خود مباش، سعدیا چون بت شکستی خود مباش. ببینید ما این قسمت اولش انجام میدیم ها بسیاریمون. سعدیا چون بت شکستی، بتو میشکنیم، ولی یادمون میره که بعدیش خیلی مهمه، خودمون میشیم جای بت. مثلا در شوروی خدا رو شکستن، یه چیز دیگه بی خدایی رو خدا کردن. سعدیا چون بت شکستی خود مباش، خودپرستی کمتر از اصنام نیست. ناگهان پرده برانداختی من چه، ناگهان پرده برانداختی من چه، مست از خانه برون تاختی من چه. ناگهان پرده برانداختی من چه، ناگهان پرده برانداختی من چه، مست از خانه برون تاختی من چه.
سرابوش فرمایتی این همه با همه در صافی چه و انگشت اشارهمون باید به طرف خودمون باشه، هیچ راه دیگه هم نداره. یعنی انگشتی که میره طرف کسی مطمئن باشین که 3 تاش طرف خودمونه. اینو باید قطع کنیم. اون موقع رفتیم توی عرفان بقیده من. یعنی همش مسئله خودمونه. ما الان کجا هستیم؟ همین امروز من داشتم با تاکسی می اومدم اینجا، الان من در تهران هستم. راننده مدام از همه چیز شکایت میکرد. خب حقم داشت، ولی خب ما چی؟ من چیزی نگفتم، ولی دوست داشتم بهش بگم شما از صبح تا حالا که کارت شروع کردی، تو چه کار کردی امروز؟ به هر حال، یا مثلا همین تبریک گفتن، هر سال من تبریک دریافت میکنم، تبریک های طولانی. حالا دیگه اخیراً شده اکثراً در طریق اینترنت. سال نو باستانی را به شما و خانواده محترمتان تبریک میگوییم و 1001 آرزو درش. خب آدم یه بار 2 بار 10 بار میتونه اینا رو بخونه و دیگه خسته میشه. من که الان چند ساله اصلا نمیخونمشون، میدونم یه نفر تبریک فرستاده، منم جوابش میدم بدون که تا ته بخونم. آره، سال نو شده، نوروزم اومده، گلم آمده، نمیدونم بلبلم آمده، درختم شکوفه کرده، ولی تو چی؟
من چی؟ این است که من چند سال راستشو بخواید به این فکر کردم که اصلا یه جوری دیگه باید تبریک گفت. از امسال تبریک من 2 کلمه بیشتر نبود. خجسته باشید، همین. حالا البته یه چیز دیگه هم بگم که شاید کمی بامزه باشه برای شما. ماهایی که در غربت زندگی میکنیم مصیبتمون مضاعفه، یعنی دوستان برای سال نو مسیحی هم تبریک میفرستن. و یه تبریک دریافت کردم اخیراً، یعنی سال گذشته، نوشته بود آقای زرگری، میدونید که تبریک های عید نوروز ما معمولاً یا یه سفره 7 سین، عکس سفره 7 سینه، یا گل، یا نمیدونم بلبل، یا شمع، یا سنبل به خصوص. ولی در مورد سال نو مسیحی معمولاً درخت کاجه، یه درخت کاج کنارش میکشن، یا عکس پاپا نوئل و اینها، یا همچی درخت کاجی بود و پاپا نوئل بود و زیرش نوشته بود آقای زرگری، سال نو مسیحی به شما و خانواده محترمتان هیچ ربطی ندارد، تا عید نوروز خودمان تحمل کنید. بله، اینم داستان عید. یعنی ما همه جا باید برگردیم که حالا ما چی؟ من اینجا چه کارم؟ هیچ کس خودشو نمیبینه، همه راجع به دیگری صحبت میکنن، گرچه حقم داشته باشیم. حالا امروز چی شد؟ این دقیقه من چه تفاوتی کردم؟ و حقیقتشو بخواید دوباره برمیگردیم به من ذهنی. نمیذاره من ذهنی کارخونه معنی سازیه، منتظر یه اتفاقی بیفته ازش یه معنی درست بکنه. بچه‌ای که از دوستش سیلی میخوره، خب 10 دقیقه یه رو بعد دردش تموم میشه به قول آقای مصفا. ولی درد این سیلی، درد روانی این سیلی، سالهای سال با این کودک باقی میمونه. این غیر اینه که ما معنی میسازیم ازش. و حالا 100 تا روانشناس باید باشن که اینو حالا بکنه یه آدم درست حسابی، که بابا طوری نیست. و من ذهنی منو مجبور میکنه که خودمو خوبه نشون بدم. خدایی نکرده زبانم لال نشه که بگم فلانی آدم بدیه. چرا نباید ما آدم بدی بشیم گاهی؟ این شکل طبیعی زندگیه. یه شرکتی رو دادن دست ما، یه نفری وسط خوب کار نمیکنه و همه رو تنبل کرده، همه رو داره این سیستم رو چوب لاچرخش میذاره، حالا یا خواسته یا نخواسته. مدیری شرکت سالها با این کنار میاد، این شرکت رو با سر زمین میزنه، ولی جرأت این رو نداره که به این بگه که آقا شما اخراجی. چرا؟ چون نمیخواد بده بشه. بعد بدی میکنیم، اشتباه میکنیم. اشتباه بخش تفکیک ناپذیر این زندگیه. بعد به ما میگن تو این کار کردی، میگیم نه من نبودم، دستم بود، تقصیر آسیرم. به هر حال ما فکر میکنیم که فکرمون هست، یه فکری از این ذهن میاد میگذره، ما فکر میکنیم اونیم. من اول خودمو میگم، یه خاطره براتون تعریف کنم. همین چند وقت پیش یه روز رفته بودم، ما توی ونکوور زندگی میکنیم و در واقع ما توی برنابی زندگی میکنیم که مرکز ونکووره. رفته بودم به نورت ونکوور که برای ماشینم یه کارایی اون شرکت که ماشین ازش خریدیم انجام داد و داشتم برمیگشتم خونه، کارم داشتم و تقریبا دیرم هم شده بود یک کمی. همینجوری که داشتم تو خیابون لانزدر نورت ونکوور می اومدم، یه دفعه تابلوی یه قنادی ایرانی رو دیدم توی کنار خیابونم، جای پارک بود. زود رفتم پارک کردم، ماشین خاموش کردم. الان میخوام بیام بیرون، به خودم میگم من برای چی اینجا ایستادم؟ قرار نبود اینجا وایسم، من کاری اینجا نداشتم. چون من ذهنی بود، بهم گفت وایسا اینجا برو شیرینی بخر. اصلا من نبودم.
من فکر کردم الان که دلم شیرینی میخواد این منم که میخواد و دستورش رو عین یه سرباز که دستور یه امیر رو اطاعت بکنه اطاعت کردم. من رفتم تو قنادی. اول به من گفتم که نه من کار اینجور ندارم، الان ماشین روشن میکنم میرم. گفت اگه برات بده یه دونه بخر. رفتم تو قنادی به خانم سلام کردم، گفتم اگه ممکنه یه دونه از اون شیرینی ها لطف کنین. ایشون رفت یه دستکش از این یه بار مصرفا پوشید و اومد پشت یخچال و دوباره به من گفت فقط یه دونه. این من درونی به من گفت حالا آبرومونو میخوای ببری؟ مرد گنده اومدی توی قنادی یه دونه؟ گفتم خانم نه یه جعبه بدید لطفا، جعبه کوچیک. اصلا من داشتم میرفتم خونم، اصلا نمیخواستم بیام توی قنادی، اصلا نمیخواستم حالا هم که اومدم تو قنادی یه جعبه بخرم. من عملا در کنترل خودم نبودم و این ادامه داره. به کجاها ما رو خواهد کشون؟ ما فکر میکنیم افکارمون هستیم، ما افکارمون نیستیم. چقدر قشنگ میگه مولانا، تا نلغزی که ز خون راه پس و پیش تر است. خون ما رو خواهد ریخت. تا نلغزی که ز خون راه پس و پیش تر است. آدمی دزد ز زر دزد کنون بیشتر است. بیشتر جان کنو زر جمع کنو خوشدل باش. طعنه میزنه ها. بیشتر جان کنو زر جمع کنو خوشدل باش که همه سیم و زر و مال تو مار سقر است. همه چیزو گفت. این زمانی که هستیم فکر میکنیم که چیزهایی که جمع میکنیم ابدی و همیشگی خواهد بود، ولی حالا خیام رو نگاه کنیم چی میگه. دیگه ما از کوروش و داریوش که بزرگتر نمیشیم. میشیم؟ میدونی که شاه شاهان بود، ولی شاههای دیگه می اومدن به تخت جمشید، اول خاک رو میبوسیدن در کاخ. کاخش هم که ته نداشت، طعنه میزد به چرخ. خیام میگه به تخت جمشید اشاره میکنه. آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو، آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو، بر درگه او شهان نهادندی رو. دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای، بنشسته همی گفت کوکو کوکو. یا برگردم به مولانا، هیچ نبرده است کسی مهر ز انبان جهان. خیلی ناامید کننده است. هیچ نبرده است کسی مهر ز انبان جهان. رنجه مشو زان که تو هم مهر ز انبان نبری. سر ننهد چرخ تو را تا که تو بی سر نشوی. مولانا همیشه نوید داره. اون قسمت اولش خیلی ترسناکه. سر ننهد چرخ تو را تا که تو بی سر نشوی. کس نخرد نقد تو را تا سوی میزان نبری. خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان. زان که در این بی و شرا این ندهی آن نبری.
خاک که خاکی نهلد سوسن و نسرین نشود. ببینید در برنامه گنج حضور راجع به تغییر ما صحبت نمی کنیم. آقای شعبازی راجع به تغییر صحبت نمی کنه، راجع به تبدیل صحبت می کنه. زمستونه، این باغچه پر از کوده و بدبو و خاک. ما نمیخوایم خاک عوض بشه خاک رس یا ماسه یا آجر یا کوزه یا خشت. اینا تغییرن. ما میخوایم خاک گل بشه. یعنی گل در واقع به حضور رسیدن خاکه. هم بوش عوض میشه، هم جنسش عوض میشه، تبدیل میشه. خاک که خاکی نهلد سوسن و نسرین نشود. تا نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری. تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد. میگه برو کار کن، برو کار میکن، مگو چیست کار. صوفی درویش باید کار کنه اول، بعد راه بهت نشون میده. میگه برو کار کن، بعدم به سوی خدا برو، به سوی خرد، به سوی درستی، به سوی پاکی. تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد. تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری. به اصفهان رو، به اصفهان رو تا بنگری بهشت ثانی. به زنده رودش سلامیز چشم ما رسانی. ببر از وفا کنار زلفا، به گل چهره کن سلام ما رو. شهر پرشگون خاخ چل ستون کن گذر به چار باغش. شهر پرشگون کاخ چل ستون کن گذر به چار باغش. گر شد از کفت یار بی وفا کن کنار پر سراغش. بنشین در کریاس یاد شاه عباس بستان از دل برمی.
همدم بودم محرم بودم بیغم بودم ای بت اصفهان زان شراب زلفا ساغری درد ما را ما غریبیم اینجا یکی دیگه از هدفهای عرفان و یا برنامه گنج حضور این است که دانش رو به بینش تبدیل کنه. یعنی دانش مرکزش در مغز و بینش در قلب و علم رو هم به ذوق و صورت رو هم به معنا. یعنی اگر که ما در طی این پروسه فاصله صورت و معنامون ظاهر و باطنمون صفر بشه، ما در مسیر درستی قدم گذاشتیم و این زندگی ما رو تغییر خواهد کرد، تغییر خواهد داد. ببخشید، شما شجریان رو نگاه کنید، چجوری میتونه اینجوری آواز بخونه؟ هم مثل بنان بخونه، هم مثل طاهرزاده بخونه، هم مثل قمر بخونه. مگه ممکنه آخه؟ من فکر میکنم یعنی اگر برگردم به همون دایره، من فکر میکنم که آقای شجریان به اینجا دسترسی داره، به اون 90%، به اون خرد، به اون بخش خدایی هر کدام از ما، وگرنه نمیتونست. همونطور که میکل آنژ به اینجا دسترسی داشت، همونطور که جلیل شهناز به اینجا دسترسی داره، وگرنه همون دستوراتی رو که آقای شهنازی بهش داده بود
علی اکبر خان شهنازی، خب اینو بهش یاد داده بود دیگه. مدت کوتاهی هم شاگرد ایشون بوده. چه جوریه که هر چیزی رو که میزنه بدیع و تازه و متفاوته، غیر از اینکه دسترسی داره به اینجا. و فقط اینجاست که یک کار رو واقعا هنری و ماندگار میکنه. یا مثلا آقای شجریان در مصاحبهشون میگن که مثلا من میرم یه جایی به من میگن استاد بزرگ محمد رضا شجریان. میگفت شما فکر میکنید اصلا باورم میشه که اینا راجع به من دارن صحبت میکنن؟ اصلا من آدم معمولی ام. بعد اضافه میکرد که بله من استادم، منتها سر صحنه، موقع تمرین، روی سن، موقع ضبط، اونجا بله استادم، سختگیر، کوشا و کمترین لغزشی رو نمیپسندم و اجازه نمیدم. اونجا من استادم. یعنی چی؟ یعنی یه پزشکی اگر بیرون از محیط پزشکیش بهش بگن آقای دکتر، بهش توهین کرده به نظر من. این نسخه نامه الهی که تویی و ای آینه جمال شاهی که تویی. و مثلا در یکی از محافل خصوصی آقای شجریان با دوستانشون بودن. البته من توی محفل نبودم، من آقای شجریان رو دوبار ملاقات کردم، ولی من توی این محفل که میخوام راجع بهش صحبت کنم من نبودم، یکی از دوستان نزدیک من اونجا بود. از ایشون پرسیده بودن که آیا کسی هست که صداش از شما در حد شما باشه؟ گفت بله، کسانی هستن از صداشون از من هم خیلی بهتره. و حتی یه مورد رو اسم اون شخص رو هم گفته بود منتها خب ایشون تکنیک نداره، ایشون تحصیلات موسیقی که داره کمه. البته من این رو نمیپذیرم، یعنی این هست ولی این تنها نیست، یه چیز دیگه است که اون شخص نمیتونه بشه شجریان. و اتفاقا وقایع بعدی این موضوع رو ثابت کرد خوشبختانه، که اگر آقای شجریانه به خاطر اینکه دسترسی پیدا کرده به اون 90%، از اونجا شعر میخونه، اونجا دیگه خودش نیست. وقتی این شاعرها شعر میگن و شعر ناب میگن، وقتی که دارن شعر میگن خودشون نیستن، خودشون رو ما نمیبینیم، خودشون اصلا خبر ندارن. به هر حال هنر و فضیلت باید بتونه من واقعی ما رو عوض کنه، یعنی من ذهنی رو کوچیک کنه و ما رو تبدیل کنه در اون اندازه‌ای که علمش رو داریم، تا اون اندازه‌ای که فهمش رو داریم، ولی باید مستقیما روی ما تأثیر بذاره. اون موقع به این میگن عرفان. یک بار بزرگ علوی، نویسنده معروف در تورنتو، یه سخنرانی داشت. در اون سخنرانیش یه خاطره تعریف کرد. گفت بعد از ظهر یک روز تابستان من و صادق هدایت توی نارمک داشتیم میرفتیم منزل یکی از دوستانمون. میدونی که صادق هدایت هم آدم بسیار خوش تیپ و خوش لباسی بود. یک کت مشکی بسیار زیبایی هم پوشیده بود و ما داشتیم قدم میزدیم، اسب بود، سر حالم بودیم، توی سربالایی نارمک داشتیم میرفتیم خونه دوستم. جلوی ما یه گاری بود، از اینا که یه استری این گاری رو میکشه و چون سربالایی بود و بار زیادی هم روی این گاری بود، این اسب توانش نداشت توی سربالایی بره و هی سعی میکرد بره، صدا میکرد و اینا، و اون گاریچه هم شلاق و بسته بود به اسبه، بیرحمانه میزد. میگفت یک دفعه صادق هدایت نگاهی به این صحنه کرد و از خود بی خود شد.
گفت بی انصاف نزن و رفت و اینجای خودش گذاشت به پشت گاری و شروع کرد هل دادن. من هم بدونی که بخوام یا نخوام یا بتونم فکر بکنم و اینا همین کار کردم و هر دو کمک کردیم و گاری رو به بالای اون سربالایی بردیم. به این میگن فضیلت. و حالا یه چیزی رو یاد بگیریم مثل منی که اینجا نشستم راجبش صحبت کنیم که این نشد فضیلت. و در واقع دوباره برمیگردیم به همون شعر معروف، علم که در واقع شمس برای مولانا میخونه و اونو زیر و زبر میکنه، همینو بهش میگه علم کستو تو را بنستاند، جهل از آن علم به بود بسیار. تازه میگه بسیار. به هر حال این حضور تعیین کننده است. همین اخیراً یه جایی میخوندم یک مقاله در مورد روانشناسی میگفتش که یک انسان معمولی در روز بیش از 70,000 فکر میکنه در هر 24 ساعت و جالب اینجاست که 90% این فکرها تکراریه. حالا شما فکرشو بکنید، یه انسانی به جایی که 90% فکرش تکراری باشن 50% یعنی بکنیم به 50%، حالا نمیخواد بکنیم 0، فقط 50%ش تکراری باشه. خب اون کسی که 11 و 12 میگیره 20 18. میدونین چه تفاوتی میکنه؟ این جوانایی که دارن کنکور میدن، این جوانایی که دارن امتحان میدن، این همه اینا رو میذارن زیر استرس. اینو کافی افکار تکراری رو از ذهنشون بتونن بکنن بیرون. اون موقع است که کارشون پیشرفتش زیاد میشه. در مورد یه سری از این مسائلی که در برنامه‌های گنج حضور مرتباً تکرار میشه و سوال راجبش هست، میخوام راجب این صحبت کنم چند دقیقه‌ای، همونجوری که برای خود من بوده و بگم که حالا برداشت من چجوریه، غلط یا درست. آقای شهبازی میگن که سوال نکنید. چرا میگن سوال نکنید؟ من فهمم اینه که یه بلبلی روی یه شاخه تر و تازه و زیبایی نشسته و داره آواز میکنه. این بلبله میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون رایحه گل رو دریا، میگه بوی گل رو بشنو. همه هدفش اینه اون بلبل. خب چه جوری میتونه بگه؟ میتونه بگه رایحه گل رو نگاه کن، میتونه بگه رایحه گل رو بشنو با گوشه؟ نمیتونه که بگه. یه را بیشتر نداره بیچاره، غیر از اینکه بخونه. اینقدر بخونه تا ما بگیم آه ببین این چه بویی میده. همین شاخه‌ای که بلبل روش نشسته. و آقای شهبازی هم همین کارو میکنه. اونچه که آقای شهبازی میگه، آنچه که حتی مولانا میگه، اصلا عرفان نیست. اینا حرفن، فقط اشاره به عرفان میکنن، اشاره به خدا میکنن. و ما اگر این اشاره ها ما رو به اونجا نبره که دور باطله. بنابراین اگر ما سوال داریم راجع به حرفایی که آقای شهبازی میزنه، ما راجع به بلبل سوال داریم. اصلا بحث ما بلبل نیست. ما هر جوری میخواد بخونه. این میخواد اشاره کنه راجع به این موضوع، رایحه گل. رایحه گل هم پرسش و پاسخی نیست، مثل عشقه، مثل مسئولیته، یا هست یا نیست، باید از درون بجوشه. و شعر مولانا و تفسیر آقای شهبازی و دیگران به ما کمک میکنه که ما به او سمت و سو متوجه بشیم. Küçülere susar
gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele geçsin, ele gelsin, ele geçsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Samavara at salmışam, samavara at salmışam. İstekene gent almışam, istekene gent almışam. Yarım gelip tek kalmışam, yarım gelip tek kalmışam. Ne azizdir yarın canı, ne şirindir yarın canı. Küçelere su sepişer, küçelere su sepişer. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Küçelere su yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. یه موضوع دیگه‌ای که همیشه مطرح هست اینه که و یکی از دوستان گنج حضور چند سال پیش اینو به زیبایی گفت که خیلی برای من جالب بود. گفت از روزی که من دست از یقه همسرم و فرزندانم برداشتم، زندگیم توفیر کلی کرد. خیلی جالب بود، خیلی ساده است، ولی ما بیاییم و دست از یقه بقیه برداریم، یقه خودمونو بگیریم. میگن توی یکی از این داستان‌های مثنویه، میگه یه نفر اومده بود که پیش حضرت مسیح. میدونیم که حضرت مسیح سور اسرافیل داشت و در این سور اسرافیل میدمید و مرده ها رو زنده میکرد. بعد یه نفر میاد پیش حضرت مسیح میگه که تو به من یاد بده که من این مرده ها رو زنده کنم، من خیلی کارو دوست دارم. حضرت مسیح بهش توضیح میده که بابا آخه اینجوری نیست، این تو باید نفس صاف و صادقی داشته باشی، تو باید درون نورانی و نزدیک به خدایی داشته باشی. همین جوری که نیست که من به تو اینو یاد بدم. اصرار میکنم که نه، تو به من یاد بده تا من بتونم دیگران رو، من خیلی دوست دارم که دیگران رو نجات بدم و زنده کنم. حضرت مسیح بالاخره اینجوری که مولانا تعریف میکنه دستش میبره با آسمون و دستش شکایت میکنه، میگه مرده خود را رها کرده است و مرده بیگانه را جوید رفو. حالا ما همون میخوایم مرده بیگانه را رفو کنیم و متوجه مرده خودمون نیستیم. موضوع دیگری که آقای شهبازی مدام میگن، یعنی بارها گفتن این موضوع رو و خیلی هم مهم هست، میگن اگر بدی میبینید پس بدی در شما موجوده، یا بدی در ما موجوده که بدی رو میبینیم. این اوایلش برای من خیلی ثقیل بود. یعنی این همه بدی که من میبینم، این همه بدی در وجود من هست.
حقیقت قضیه اینه که اگه نباشه نمیتونیم بگیم. این سرخپوستای کانادا رو اگر شما برین توی قبایلشون میبینید خیلی آدمای صادقی هست. و جالبه اگه براتون بگم در فرهنگ لغت اینا، در دیکشنری اینا کلمه به نام دروغ موجود نیست. اصلا کلمه دروغ ندارن. نه چیز خجالت میکشن نه دروغ میگن. خب وقتی که تو دروغ نمیگی کلمه دروغ هم احتیاج نداره که بدونی. اصلا نمیفهمی یعنی چی. یا مثلا هر بار شده من گاهی که میرم فرودگاه دستگلی خریدم برای دوستی آشنایی که فرودگاه میرم استقبال، میبینم اکثرا خانوما به من نگاه میکنن، به این گل نگاه میکنن. بارها هم شده همین گلی که جلوی آقای شهبازی هست، بارها خانوما زنگ زدن توی این برنامه، حتی یه بارم یه آقای زنگ نزده، راجع به این گل صحبت کرد. من یکی شاید نیم ساعت یه ساعت از برنامه میگذره تازه متوجه این گلی میشم که جلوی آقای شهبازیه. چرا خانوما بیشتر متوجه این گل میشن؟ به همون دلیل که درون اینا توش بیشتر زیبایی هست و فطرتاً انگار توش بیشتر خدا هست. به این خاطره که زود متوجه اینا میشن. مطلب دیگری که در برنامه گنج حضور ما میشنویم این است که فضای حضور میخواد خودش رو از طریق ما بیان کنه. یعنی چه؟ من این رو اینجوری میفهمم که به همون دلیلی که اون دونه گندم یا حبوبات رو ما میکاریم و سبز میشه، به همون دلیلی که یه دونه هسته رو ما میکاریم و تبدیل به یه درخت بزرگ میشه، چه نیرویی در اون هسته هست؟ غیر از نیروی آتودینامیک. و این نیروی آتودینامیک درونی این هسته چیه که اینو میکنه درخت؟ همون هم در ما هست. همون هم هست که یک کسی رو میکنه مولانا، یک کسی میکنه شجریان، یک کسی رو میکنه پرویز شهبازی. پس این نیرو به صورت در واقع پتانسیلش در وجود ما هست. کافی است که ما اینو جاری بکنیم. این است که خدا میخواد ما خودش رو از طریق ما بیان کنه، یعنی همین نیروی آتودینامیک. و به یک قطعه موسیقی با هم گوش میکنیم، بعد ادامه میدیم. متشکرم. ز دست محبوب ندانم چون کنم، ز دست محبوب ندانم چون کنم، از هجر رویش دیده جیحون کنم، از هجر رویش دیده جیحون کنم. دست محبوب ندانم چون کنم، ز دست محبوب ندانم چون کنم، از هجر رویش دیده جیحون کنم، از هجر رویش دیده جیحون کنم. یارم چون شمع محفل است، دیدن رویش مشکل است، سرو منی پا در گل است، بر خط و خالش مایل است، بر خط و خالش مایل است.
یادی آخر تو زنده کن. گفتم سخن هامو بمون یار من دلدار من کمتر تو جفا کن. یادی آخر تو زمان کن. یادی آخر تو زمان کن. بسیاری از دوستان گنج حضور زنگ زدن تا به حال و به برنامه گفتن، با آقای شهبازی گفتن که از روزی که ما مشارکت کردیم، کمک مالی کردیم، ما زندگیمون تغییر کرده، خیلی احساس بهتری داشتیم. واقعا چرا؟ من اینو اینجوری متوجه میشم که این مشارکت در واقع چیزی نیست غیر از همون integrity and commitment. integrity and commitment یعنی یک پارچگی و تعهد. شما هر موقع که برین توی یه دانشگاهی بخواین بیزینس بخونین، هر موقع یه متخصص رو دعوت کنین به شرکتتون، به سازمانتون که اون بخواد این سازمان رو متحول کنه و بهتر کنه و ایرادا رو دریابه، اولین چیزی که روی تخت سیاه می‌نویسه اینه integrity and commitment. یعنی تا تعهد و یک پارچگی وجود نداشته باشه محاله سنگ روی سنگ بند بشه، غیر ممکنه. و وقتی ما مشارکت مالی میکنیم داریم عملا این رو میگیم که من یه چیزی گرفتم، بابتش باید یه چیزی پرداخت کنم تا این بالانس و این بالانسش برقرار بشه. حالا ترم فارسیش هم یادم نمیاد، تعادل. این است که وقتی مشارکت مالی میکنیم عملا تا این قسمت رو انجام دادیم. خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان، چون که در این بیع و شرا این ندهی آن نبری. یعنی تا زمانی که ما وظیفه‌مون رو انجام ندادیم، هر کسی به اندازه توانش. عملا این صندلی که روش نشستیم 3 تا پایه بیشتر نداره، یه پایش نیست و اون پایش پایه مهمی هم هست، همون اینتگریتی و کامیتمنت، همون تعهد و یک پارچگیه که وقتی مشارکت میکنیم حالا این تعادل دیگه برقراره. این است که حالمون خوب میشه. دلیلشو من این میبینم. آخرین موضوعی که میخوام راجبش صحبت کنم این مطلبه که مدام میشنویم در این برنامه که پذیرش بدون قید و شرط این لحظه، اتفاق این لحظه. خب این اوایل برای من خیلی گنگ بود. تصور میکردم که پذیرش بدون قید و شرط این لحظه مساویس با توافق با اتفاق این لحظه. این نیست. ما میتونیم بپذیریم بدون اینکه قبول داشته باشیم این رو، ولی در ابتدا میپذیریم که این اتفاق افتاده بدون هیچ شرط و شروطی. حالا تفاوتاش چیه؟ ببینید یه اتفاقی میفته، مثلا ما یک کاری رو، یه پیمانکاری یا یه ابزارمندی کسی برای ما انجام میده و به جای اینکه مثلا یه مبلغی رو از ما بگیره، صورت حسابی که میاره این 2 برابر 3 برابر اون مبلغی که ما فکر میکردیم که قرار بودیم ما به اون بدیم. خب یه دفعه ما جا میخوریم. ما 2 تا حالت داره. من ذهنی
اینو نمیپذیره، بدون قید و شرط اینو قبول نداره. به محضی که صورت حسابو میبینه که بزرگ شده عددش جا میخوره، میگه آقا مگه اینجا سر گردن است یا مگه حالو گیر آوردی؟ این چیه؟ این زمانیه که من ذهنی با این مسئله برخورد میکنه، به روش من ذهنی. یعنی قبول بدون قید و شرط نیست، در همون ابتدا با این مسئله این میستیزه. حالا من واقعی چه کار میکنه؟ من واقعی میگه ببین شما این کار رو برای من انجام دادین، اینم صورت حسابتونه، لطفا برای من توضیح بدین بابت چی پولو میخواین، ریزشو به من بگید و من میخوام که با من عادلانه رفتار کنید. این روش من واقعیه و از همین جاست که به هر حال به یه جایی میکشه دیگه، نه؟ ولی من ذهنی که اینو قبول نداره، میگه این بابا اصلا بی‌انصافه، این فکر میکنه حالو گیر آورده و باش میجنگه. خب تو جنگیدن آیا ما به نتیجه میرسیم؟ لااقل اگه میخوای من بجنگیم بذاریم تو مرحله آخر. یعنی اگر ما شرایط این لحظه رو بدون قید و شرط نپذیریم، با اون پوسته، با همون داستان برخورد کردیم، همون تماشاچی و بازیکن که تماشاچی همه چیزش قصه است، همه چیزش تفسیره، خود داستان رو انجام نمیده، حواشیشو انجام میده، تو حاشیه است. یا مثلا مستاجر 2 ماه اجاره نداده، من ذهنی چجوری باش برخورد میکنه؟ این که نمیتونه اینو بپذیره که همون ابتدا میگه که یه مستاجر مفتخور و حقه باز. آقا اجاره نداده، اجاره ندادن مساوی با داستان حقه بازی نیست. یعنی شما از عمل یک کسی رفتی نفوذ کردی تو وجود اون بابا، خب فکر کنید به نتیجه میرسید با این کار؟ اونم جوابتون رو میده همون جوری که شما به او صحبت کردید. ولی من واقعی، من عرفانی اینجوری صحبت نمی کنه. میگه ببین من هم باید قسط بانک هم بدم، من باید پول وام بدم، کی میخوای بدی؟ برنامه برای باز پرداخت این اجاره کیه؟ یا حد اکثرش اینه که خب اگر من تا فلان مدت دریافتش نکردم مجبورم از اختیارات قانونیم استفاده کنم. این یه تفاوت قبول بدون قید و شرط این لحظه است و عدمش. یا نمیدونم مثلا همسایه شب خوابیدی ساعت 11 شب 12 شب سگ شروع کرده به پارس کردن، چیکار کنیم؟ من ذهنی میره در میزنه میگه آقا چه خبره، میخوام بخوابم، اینجا طویله است. عجب آدم بی ملاحظه هستید شما. من عرفانی و من واقعی میره تو کنه ماجرا. یه سگی صدا کرده مزاحم خواب اینه، میره در میزنه میگه من فردا باید برم سر کار و احتیاج به استراحت دارم. این ساختمون آسایش و آرامش لازمشه، میخوایم چه کار کنیم برای این سگ؟ و از همونجا شروع به حلش میکنیم. به همین دلیل به اعتقاد من که این همه تأکید هست قبول بدون قید و شرط اتفاق این لحظه. وقتی بپذیریمش که این اتفاق افتاده، اون موقع ما فکر میکنیم و بر اساس اون فکرمون یه عملی انجام میدیم. به این ترتیب منشأ و عمل ما در وجود ماست، در صورتی که من ذهنی این کار رو نمی کنه. من ذهنی عکس العمل نشون میده. عکس العمل منشأش در طرف مقابله. یعنی ما اینجا خیلی پسیو و عرض شود حضور سکار غیر فعالیم. منظورم این است که وقتی که ما با اتفاق این لحظه مستقیم و نمیپذیریم اتفاق این لحظه رو، با پوسته و داستان قضیه طرفیم و این راه حل خوبی نیست. یعنی ما رو به نتیجه نخواهد رساند.
کار رو مشکل خواهد کرد. باید نفوذ کنیم و بریم به عمق ماجرا. این قبول بدون قید و شرط اتفاق این لحظه ما رو به عمق میبره. ببینید یه زن و شوهر، ما بیشتر مشکلاتی که بشر داره با هم نوعان خودشه دیگه. بیشتر لذتی هم که از زندگی در زندگی هست 80% میگن انسان‌ها از انسان‌های دیگه لذت میبرن. شما فکر میکنید اگه یه انسانی تک و تنها توی شهر لس آنجلس بود یا اصلا میرفت یه ماشین آخرین سیستم بخره بشینه پشتش؟ نه. حالا ما یه زن و شوهر رو در نظر میگیریم، اینا تابستون شده یک مرخصی دارن میخوان برن تعطیلات. خانومه میگه که میخواد بره یه منطقه کوهستانی، آقا میخواد بره کنار دریا. دو جهت مخالف بگو مگو میکنن. این در سطح کافیه یه کمی بریم پایین تر. بعد که صحبت اگر بشه، اگر اجازه داده بشه صحبت بشه، یعنی اگر این اتفاق این لحظه رو ما بپذیریم و بریم توی عمق، مسائل خیلی روشن‌تر میشه. بعد متوجه میشیم که آقای خسته است، میخواد بره یه جایی تعطیلات رو لم بده، میخواد بره استراحت کنه. خانومه میخواد بره کوهپیمایی، یه کمی میخواد وزن کم کنه، یه کمی میخواد ورزش کنه، خودش رو روی فرم بیاره، به این خاطر میخواد بره کوه. یه کمی دیگه باشون صحبت میکنیم، میبینیم اصل قضیه هم واقعا اینه که تو منطقه کوهستانی اونجا که بخوان برن، اونجا نزدیک خانواده خانومه است، بعدش نمیاد بره به مادرش و باباش و اینو یه سری بزنه. یا با آقایی که صحبت میکنیم میبینیم ته قضیه اصلا یه جور دیگه است. هی که صحبت میکنه میبینیم نه این همچی هم نمیخواد بره کنار دریا، ولی مسئلهش اینه هر 3 سال گذشته مثلا یه خانومه محل تعطیلات رو تعیین کرده، این دیگه نمیخواد زیر بار بره. بنابراین به اعتقاد من این است که وقتی که ما با مسئله رو میپذیریم خیلی ساده تر قبولش میکنیم، خیلی ساده تر بهش میپردازیم و اونو به نتیجه میرسونیم. به هر حال سرتون درد آوردم. از آقای شهبازی که این امکان رو به من دادن تشکر و سپاس دارم. از هر کسی که کمترین مشارکتی در این برنامه کرده بسیار سپاسگزارم که اونها هم باعث شدن که این فرصت رو من داشته باشم که امروز در خدمتتون باشم. با شما خداحافظی میکنم، دوباره باز با همان 2 بیتی عالی جناب مولانا. خداحافظ. ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. سامن آرزین سامن آرزین ولا من آلی بدخل سامن آرزین ولا من آلی بدخل ولو من آلی خواب مکریم ولو من آلیان خاک نکریم که جوان بین و عشقمان تا پیرم کردی، جوان بین و عشق نظر تا پیرم کردی، و زنجیر زلفکن اسیرم کردی، و زنجیر زلفکن اسیرم کردی. آخ لیلو داغ لیل، آخ لیلو داغ لیل، هری لیلی باورم، آخ لیلو داغ لیل، هری لیلی باورم، لیلی وشکانتی روش ناچارم،
لیلی خوش هاتی قضات و سیه مارینو تریزگی آگر سیه مارینو خوش خوش مسن زیان و داوانک خوش خوش مسن زیان و داوانک غیلو داغلی غیلو داغلی لیلی لیلو لیلی بابان لیلی خوش هاتی لیلی خوش هاتی غزات و فدای بارد فدای بارد ریجی چند جان فدای بارد ریجی چند جان سوگونی من از روی من سوگونی من از روی من ولا منامي بدخل وصامي نوبي منامي بدخل وينو من عريان خاق مكريان وينو من عريان خاق مكريان جوان بين ويش ولا توبيرم كردي جوان بين ويش ولا توبيرم كردي وزنجيرم زفيان أسيرم كردي وزنجيرم زفيان أسيرم كردي خيلو داخلي خيلو داخلي هري ليلي بابا لیلی بابان لیلی خوش هاتی روش نچارم لیلی خوش هاتی